سلام علیکم برادران و خواهران مسلمان. به دقت شما میرسانیم که هنگام جای نماز خریدن با دقت باشید، برای آنکه به بالای جای نمازها هر خیل صورتها میکشند. این ما از بازار جای نماز خریدیم، در حالت نماز خواندن سر به سجده رفتم، صورت فیل را دیدم. این چشمانش، این بینی از صورت مکه و مدینه در این پره آن پرش موجوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرو، یک چیز به خاطر الله شما را رساندنیم که همه جای نمازایی که ما نماز میخونیم، هر وقتایی که جای نماز خری میرین، جای نمازای میخریدگیتون نگاه کنین که هر صورت نداشته باشه. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در چیزهای صورتدار من کردگی نماز خواندن. برادرو نگاه کنین که در این جای نماز ما یافتیم صورت گاو یا که گوییم یگان حیوان دیگر نویساندگی هستند که بعضی ما مردم نمیفهمیم. نگاه کنین که در اینجا فوق داره، چشم داره، مقصد اینجا قالب رو و طرف شاخاش رفتگی. نگاه کنین که مقصد خودش معلومه که ای طرف دشمن آمدگی برای ما تو در نمازهای ما خلل باشه. در وقت جای نماز خریدن نگاه کنین که جای نمازهای خطا نگیرین. اینا برادر همه جای نماز هم با مانند همون جای نماز های لیکن نگاه کنین که در این مانند او کردگی نیستن. ما خودمون گرفتیم کردیم که معلوم شود. نگاه کنین برادرها، قالب همون سری همون حیوان هست در همینجا برادرها. بعد یک تا دیگه برادر جای نماز که نگاه کنین چشم داره نجا بعد بینی داره برادرها، نجا بعد دهانش یا ریش بگیم سه تارشیدگی یا ریش یا دهانش همین که مقصد مانند کردگی برادرها. بعد همین آب پون همین که نگاه کنین که به مانند بوت هایی که در هندوستان و در خطای مردم مقصد همین چیزا را بگیم عبادت میکنن. همین جای نماز شاید که ایامو طرف برای ما آمادگی باشه و مقصد ما اهمیت نمیدیم در بالای همین نماز میخونیم. و یک چیز دیگه برادران نگاه کنین که این اینجا برادران نگاه کنین رنگ بوم باشه، رنگ چی باشه، مقصد حیوان ها هستن در این پرش هم کردگی هستن برادران. چشم داره، قالب همون حیوان مقصد تیار کردگی برادران. ایما یک خواهش هر وقتی که جای نماز میخرین کوشش کنین که جای نمازتان یک رنگ باشه، دیگر رنگا نداشته باشه، یا که دیگر رنگا هم که داشته باشه و مانند نخ حیوان ها در جای نمازتان رسم کردگی نباشه. الله نگهتون داره. یکی از زنهای اهل سلف در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اونها پیش از به شوهر دادن دخترهاشون، پیش از شوهر دادن اونها را نصیحت میکردن. میگفت که دخترم وقتی که به شوهر که برآمدی اطاعت شوهرت بکن، محبت شوهرت در دل جا بکن، بعد از امر خدا را به جا آوردن، بعد از حقوق شرع دینی میبین اسلام هر چیزی که امر میکند به جا آوردن، برترین و والاترین حقوق برای زن برای مادر حقوق شوهرش هست. چی میگفت دخترش؟ به خانه شوهرت که رفتی دخترم اطاعت شوهرت بکن، محبت شوهرت در دل جا بکن، شوهرت تو را نبیند مگر که وقتی که تو را دید او شوهر خرسند بشود. زمانی که شوهرت به خاندان که داخل شد دخترم نصیحت میکرد، به چهره کشاد و به تبسم او را پیشوازش بگیر، چشمی تو را نبیند مگر روشن، یعنی دائم چشمات روشن باشه، زبان دهانی تو را نبیند مگر که با تبسم شوهر شکیدید تبسم کنه، لب شیرین کنه، خنده کند، نه اینکه قواقی داخته، چشمها را روشن ببینه، ابروها را به یکدیگر گیج نبیند، گوشهای تو را فقط به سخن نیکو شنیدن، یعنی که سخن خوب بشنوی از او شوهر، دستهای تو مسح بکشن او دستهای شوهر و او را چی آرام آرام مسح بکشن، پایهای تو در خدمت شوهر باشد، لباسی تو پاک از همه بهترین لباس تو در نزد شوهرت بپوش و از بدنی تو بوی خوش به او شوهر برسد و عبادت خدا را بکن تا در او زندگیت برکت میابی. اهل سلف، اهل اون زنهایی که در زمان پیغمبر صحابگان رسول الله بودن، دخترهاشون همین خیلی پند و نصیحت میکردن. این خیلی نصیحت میکرد، دیگر نه. امروزه باشد چی؟ امروز نظر کنیم در خانه یک کرته کهنه را میپوشه،
هم عاقل میداره گاو میجوشه، هم نجاستی او را پاک میکند، هم به همو کرته در آشخانه طعام میپزه، بوی روغن، بوی با روغن زهید، بوی روغن میکند، او کرته و لباس سر اندامش همو قطعی با شب و پیش شوهرش میوید. این خلاف قانون شریعت است. مادرها و خواهرها بدانند که خلاف شریعت است. در آشخانه لباس الهیده بپوش، بوی روغن و دود به پیش شوهرت نبر. یا که در عاقل بگاه و مال سر کار داشتی، او لباس دیگر بکن، لباس شب تا دیگر بکن برای شوهرت که خشنودی خدا و رسول الله و شوهر در اون است. امروزه کن. اما یک توی بروه، یک تماشا بروه، یک معرکه بروه، گوشوارهای تیلاش میدوزه، زیره تیلاش در گردنش میکنه، همه خشبویی ها را در بدنش میتکه، بعدا قریب 10 متر از دور خشبویش بعد مشام آدم میرسن، بعد برآمده میره. در این غضب خدا هست. خلاف شریعت است، این خلاف قانون اسلام است. این با اوجا رفتن برای کی را زینت میتی و خشبو میکنی، تیلاهات نمایان میکنی؟ مادر، خواهر، برای کی میکنی؟ یقینا که برای مردهای بیگانه است، یقینا که برای دیگرها است که تا که تو را ببینن ثروتمندت بگن. این خلاف قانون است. خدا این خزن بد میبیند. لعنت خدا به این زنها میرسد، اینه که در بیرون خش زینت میتیه و در پیش شوهرش خش به مثل جوگی میگیرد. اما چی گفت اهل سلف؟ چی میگفتن؟ از تو نبیند شوهرت مگر چهره خندان، چشم روشن، قواق کشاده، لبخند، و دستهای نازک او را خدمت کردن و چی به سخن خوب. قطعی او را باید که دل او را نرم کنی، غم اندوه او را برطرف کنی. حضرت شیخ سعدی گفت که همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو غم گسارت بود در کنار. کی را خانه آباد و هم خواب دوست، خدا را بر رحمت نظر سوی اوست. که شوهر کار میکند بیفرم مونده به غم اندوه سرگردانی، وقتی که بیگاه به خانه کی آمد چنان خدمتش بکنه که همه موندگی و خستگی هاش برطرف بشه. این حکم خدا و حکم اسلام همین است. و بیرون برآمدن ضرورت کشید لباس فسان و خوبش نپوشن. حتی که در کتاب‌های فقهی میگن در سخن کردن اگر سخن خوبی لفظ شیرینی زیبا داشته باشد، حتی اهل تقوا میگن که یک سنگچیل در دهنش بگیره که در گپ زدنش آوازش خش نبراید. آواز خش چهره زیباشه فقط برای شوهرش، یعنی نمایان کنه، شوهرش از او استفاده کنه، دیگر نه.